وصیت 17، فضیلت ذکر. از عبدالله پسری بسر رضی الله تعالی عنه روایت است که مردی گفت: ای پیغمبر خدا، حکمهای اسلام بر من بسیار شده است، پس مرا کاری را تعلیم بده که با آن مشغول شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: همیشه زبانت به ذکر خدا تر، یعنی مشغول باشد. روایت ترمذی و ابن حبان.